الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ماه قرآن است. رمضان ماه روزه گرفتن است. رمضان ماه عبادت کردن است و به طور خلاصه رمضان ماه الله سبحانه و تعالی است. بر ماست که بدانیم چگونه بایستی به استقبال این مهمان عظیم و گرامی برویم. ما اگر قرار باشد که مهمانی به خانه ما بیاید، ما قبل از چندی که این مهمان به خانه ما برسد برای پذیرایی کردن از او برنامه ریزی دقیق خواهیم داشت. چه بپزیم، چه غذاهایی را در سر سفره بگذاریم، چه نوشیدنی هایی تهیه کنیم. خانم ها فکر میکنند در مورد مسئله که چه بپوشند و چگونه خانه را مرتب کنند. تمام اینها برای این است که از مهمان خودشان یک پذیرایی و استقبال درخور و شایسته داشته باشند. انسان برای هر چیزی در زندگی خودش بایستی برنامه ریزی درخور و شایسته داشته باشه. اما به مجرد اینکه ما این رو در دل داشته باشیم که این مهمان نزد ما عزیز است و ما این مهمان رو دوست داریم و هر وقت که آمد بلند میشیم و از او پذیرایی میکنیم، مطمئنا اگر ما بدین گونه عمل کنیم، پذیرایی ما و استقبال ما از این مهمان موفق نخواهد بود. در مورد رمضان نیز به همین صورت است. ای بیننده عزیز، ای برادر گرامی، خواهر محترم، همه ما دلمان میخواهد که از رمضان استفاده بهینه ببریم، از رمضان بیشترین استفاده را داشته باشیم. اما تنها این که دلمان این مسئله را میخواهد و این مسئله را دوست داریم کافی است؟ ما بایستی همانگونه گفتم برای هر هدفی در زندگی خودمان برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. در سر کار ما بایستی هر روز، بلکه هر ساعت در سر کار خودمون برای خودمون برنامه ریزی داشته باشیم تا در آن روز موفق باشیم. تا یک ساعت میخوام چه انجام بدم، ساعت بعدی چه کار میخوام انجام بدم و به طور کلی در امروز میخوام چه کاری را به پایان برسانم و در این هفته و در این ماه، تا ما در سر کار خود موفق باشیم. یک دانش آموز در مدرسه بایستی برای درس خواندن خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. امروز از مدرسه که برگشت چه درسی را بخواند، فردا به چه صورت، این هفته به چه صورت. امتحانات نزدیک است، چگونه برنامه‌ریزی کند و اوقات خود را تا بتواند در امتحان موفق باشد. در خانه یک خانم باز به همین صورت برای کارهای خانه خود بایستی برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتواند در انجام دادن آنها موفق باشد. به همین صورت ای بیننده عزیز، ای برادر گرامی، ای خواهر عزیز، برای استفاده بهینه از رمضان ما بایستی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. قبل از رسیدن رمضان، قبل از فرارسیدن رمضان بایستی بنشینیم و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم برای استفاده بهینه از هر لحظه در این ماه مبارک و عظیم. و الا اگر این کار را نکنیم، مطمئن باشید چشم که به هم زدیم میبینیم رمضان یا تمام شده یا در شرف تمام شدن هست. پس از اکنون بایستی برای استفاده بهینه از این ماه عظیم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. بیننده گرامی، ما اگر یک نگاه بکنیم به آنچه که اهل فسق و فجور برای اینکه از رمضان استفاده بهتری و بیشتری داشته باشند انجام میدهند، چه کارهای، چگونه برنامه ریزی میکنند برای این مسئله. اگر ما بنگریم به عنوان مثال کسانی که برای ماه مبارک رمضان سریال تهیه میکنند، آن هم سریال های مبتذل، آنها برای اینکه استفاده بهینه‌ای ببرند، البته بنابر اهدافی که آنها خودشان دارن، اهداف دنیوی خودشان، میبینیم نه تنها به مجردی که این رمضان تمام شد برای رمضان بعدی برنامه ریزی دارند، حتی قبل از آن نیز برنامه ریزی خود را شروع می کنند.
برنامه ریزی خود را شروع می کنند تا بتوانند کار خود را به نحو احسن پیش ببرند. وقتی که ما به کارهای آنها و برنامه ریزی آنها نگاه می کنیم، بایستی نشاط ما و کار خود را و برنامه ریزی خود را بهتر و بهتر سازیم. مادامی که آنها برای دنیای خود این چنین سعی و تلاش می کنند و برنامه ریزی دارند، ما بایستی برای آخرت خود سعی دوچندان داشته باشیم و برنامه ریزی بهتر و بهتری داشته باشیم. اما متاسفانه برخی از ما چون برای رمضان برنامه ریزی نداریم، نمیتوانیم از آن استفاده بهینه ببریم. چند روز نخست رمضان، روز اول، روز دوم، روز سوم با احساسات و با حب رمضان و حب عبادت و محبت به عبادت میپردازیم، اما همین که چند روز از رمضان گذشت، با گذشت هر روز این همت و این نشاط در ما کمتر و کمتر می شود تا والعیاذ بالله به جایی می رسد که فقط به عبادات فرض در این ماه اکتفا می کنیم، فقط نمازهای فرض خود را می خوانیم و روزه می گیریم و تمام. برخی از ما این به خاطر این است که برنامه ریزی دقیق نداریم. حالا برخی از ما نه، برنامه ریزی دارند، برنامه ریزی می کنند برای خود، اما چون برنامه ریزی این شخص مناسب نیست، بیش از چند روز دوام نخواهد داشت. چون برنامه ریزی بایستی مناسب باشد، برنامه ریزی بایستی دقیق باشد، بایستی برنامه ریزی کرد، یک، دو، برنامه ریزی که ما میکنیم برنامه ریزی مناسبی باشد. ما بایستی در برنامه ریزی خود بینندگان عزیز واقع بین باشیم و اوقات فراغت خود را در نظر داشته باشیم، توانایی خود را در نظر داشته باشیم تا این برنامه ریزی ما موفق باشد. یک کسی که کارگر است یا سر مغازه کار می کند بایستی ببیند که در روز چه مقدار وقت فراغت دارد، بنابر این وقت فراغت خود و توانایی خود برنامه ریزی مناسبی در حدود ساعت فراغت خود و توانایی خود داشته باشد. و به همین صورت یک دانش آموز، یک دانشجو، یک کارمند، یک خانم در خانه، هر کسی بنابر اوقات فراغت خود و توانایی خیش. البته در رمضان ما بایستی همت بیشتری داشت از خود نشان بدهیم، سعی و تلاش بیشتری از خود نشان بدهیم، اما نه اینکه برسیم به یک مرحله خیالی، به یک مرحله خیالی و فوق استطاعت خودمان، که اگر این چنین باشد درست است، روز اول، روز دوم، روز سوم ما می توانیم پیش ببریم، اما کم کم کار به جایی می رسد که این برنامه ریزی را رها خواهیم کرد. چرا؟ چون فوق توانایی و اوقات فراغت ماست. و بینندگان عزیز، همچنین ما به این مسئله توجه داشته باشیم. ممکن است ما برنامه‌ریزی داشته باشیم، برنامه‌ریزی دقیقی هم داشته باشیم، اما به سراغ مسائلی برویم که برنامه‌ریزی ما را به هم بزنند. بایستی مراقب باشیم، کاری نکنیم، مرتکب مسئله نشیم که برنامه‌ریزی ما به هم بخورد. مثلا برنامه‌ریزی ما این است که بعد از نماز تراویح بنشینیم یه مقداری قرآن تلاوت کنیم. خب نگیم به خود شیطان بیاد ما را وسوسه کند که حالا بعد از نماز تراویح برخیز برو خونه فلان دوست و بشین، همه دور هم جمع هستن، تو هم برو آنجا چند دقیقه بشین و بعداً بیا و قرآنت را بخوان. نه، اگر این کارا کردی، فریب شیطان را خوردی، میروی و این چند دقیقه میشود چند ساعت و برنامه آن روز شما به هم خواهد خورد و کم کم کل برنامه ریزی شما به هم خواهد خورد. بایستی به برنامه ریزی کردید پایبند باشید. بایستی به برنامه ریزی که کردید پایبند باشید. در برنامه ریزی خود جایی نیز برای اوقات فراغت خود قرار بدهید. به دیدن دوستان بروید، به دیدن خویشاوندان خود بروید، صله رحم داشته باشید، اما در یک وقت محدود، در یک وقت محدد و معین. نگذارید که وسوسه شیطان برنامه ریزی شما را به هم بزند. یکی دیگر از مسائلی که به ما کمک می‌کند در اینکه از این ماه مبارک استفاده بهینه ببریم این است که قبل از آغاز این ماه ما کتاب‌هایی در این رابطه مطالعه کنیم و همچنین به سخنرانی‌هایی در این زمینه گوش کنیم که همت ما را بالا ببرد. ما با اجر و ثواب روزه گرفتن و ماه مبارک رمضان بیشتر آشنا شویم و با انجام دادن عبادات در این ماه عظیم
و اجر و ثواب آنها بیشتر آشنا شویم که این همت ما را بیشتر خواهد کرد. وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده است. ما انشاءالله در هر روز از ایام مبارک ماه رمضان قبل از افطار در کنار شما هستیم و با یکدیگر سخنانی در رابطه با این ماه عظیم و عبادات در این ماه خواهیم داشت. و آخر دعوانا سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.